ماه دکبر هوا سرد است. در خوجگی دهقانی به نام منظر واقع در دهه صلح‌آباد دهات توگرک ناحیه بوسه باشد، خوجگیداران در گرمخانه به جمع‌آوری حاصل بادرینگ شروع کردند. پیش از این 3 مراتب دیگر حاصل بادرینگ را جمع‌آوری کرده باشند هم نیال‌ها در حال خوبی نشونما قرار دارند. تا جمع‌آوری حاصل نو حالت تارکشی نیال‌ها را خوجگیداران به ترتیب مقرر گردیده می‌بندند. عالم قیومов شخص مسئول گرمخانه است. در پرورش و نگاه‌آبی نیال‌های بادرینگ از مصلحت متخصصان استفاده کرده است. در گرمخانه طریق آبیاری قطرگی زراعت آبیاری کرده شده، با استفاده از سوزشوار انگیرسنگ حرارت گرمی داخل آن معتدل نگاه داشته شده است. امسال هم برختر کردیم، مقصد همین حاصل خوب بگیریم. بادرینگ را فایده خوب داره، بد نیست. مهنت کنیم، مهنت خوب کنیم میشه همش. بعد ما همین تجربه در کار است. بسیارتر باید ما تجربه آموزیم. برای که تجربه حالی هم کمه ماده. باید ما بسیارتر آموزیم و خوبتر کنیم. میخونی که در کم ترک مزهشون گرفتگی از بادرینگ را ما با علاقه کردیم انشالله خوب میشه. اما حرارت نگاه بینش خوب کنیم. وقتشون هم میگیرن. در خوجگی دهقانی منظر خوجگیداران درآمد فایده گرمخانه را به نوبت گرفته. امسال در پهلوی این گرمخانه با 3 گرمخانه دیگر ساختند. در این گرمخانه پومیدور و قلمپور بلگری غرق گل می باشند. از روی نقشه دهقانان ماه آینده حاصل آن به بازار برآورده می شود. خوجگیداران مقصد دارند که در پهلوی گرمخانه ها با 3 گرمخانه دیگر ساخته شماره آنها را به 7 عدد می رسانند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه ووسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.